بدون 0 تومن سرمایه رفتم توی اون بیزینس. به محض اینکه پاتو بذاری رو ترسات عزت نفست میره بالا. دخترها از همه چی میترسن. بابا از چی میترسین؟ من ترسو نمیفهمم. من خیلی محدودیت داشتم تو خانواده‌ام، خیلی زیاد. دلم پول بیشتر از پول تو جیبی که بابام بهم میداد میخواد. فقط قدم اول مهمه. خدا یه جوری هدایتت میکنه. 2 سال بعد خودم ماشین خریده بودم برای خودم و یه دونه شعبه توی شهرک غرب اضافه کردم. این بیزینس شده بود همه چیز من، چون توش به همه چی میرسیدم. عزت نفسم و پشت کارم خیلی بهم کمک کرد. واقعا تلاش میکردم، یعنی همین الانم تلاش میکنم، هر روز دارم تلاش. یعنی هر خانومی 2 تا راه میتونه انتخاب بکنه. یکی این که تو مسیر ضعیف بودن گام برداره، یکی این که تو مسیر عزت نفس. ما دخترای تاثیرگذار کم نداریم، دخترایی که یه تنه کل لول زندگی و خانواده‌شون رو کشیدن بالا. فقط و فقط از خدا میخوام که مشکلاتم حل و مطمئنم بهترین راه حل رو بهم میده.